طریق تعمیم، به طریق عموم حاجی فتوا داده است که همین معامله های بانکی، این سخنی خودش می باشه که در نزد ابو حنیفه، همین معامله های بانکی در نزد ابو حنیفه رحمه الله بین مسلمان و غیر مسلمان یگان گناه ندارد، اجازت است. این از سخن حاجی میرزا در مورد فتوایی که نسبت گرفتن قرض همین معامله های بانکی در نزد مذهب امام ابو حنیفه برادرت بین مسلمان و غیر مسلمان یگان گناهی ندارد، اجازت است. که مسلمان قرض بگیره از بانک، از روسیه و بعد قرضدار بشه و خانوادهش بسوزه، که این یعنی که جایز نیست اصلا، نه در نزد ابو حنیفه و نه در نزد غیر ابو حنیفه رحمه الله. و بعد از این میفرمایه که عند ابی یوسف و شافعی لا یجوز. و امام سرخسی بعد از این میگه که در نزد امام ابو یوسف که یکی از ائمه حنفی می باشه و در نزد امام شافعی میگه این جایز نمی باشد. و بعد از این حاجی خب در روسیه هر ماه 20,000 روبل اجاره میسپارم، زورم نمیرسد، اگر از بانک پول گرفته خانه خرم جایز است از مجبوری؟ اینجا در برادرای عزیز و گرامی مقصد همون معامله بانکی را میگن. یعنی اگر ما وقتی که در روسیه سفر داشتیم بسیاری از برادرها از ما سوال میکردن که ما مقصد از همین بانک های روسیه پول میگیریم، انا خلاص یگان مشروطه میخریم یا یگان ماشین های میده‌تر میگیریم، تاکسی میزنیم با همو، یا اینکه مثلا پول میگیریم یک خانه را میخریم ولی با واسطه بانک، مثال پولش از بانک پرداخت میگیریم. آیا اینا درسته یا نادرست؟ برادرای عزیز و گرامی ما در همونجا هم گفته بودیم و باز هم مثال همون دلیل هایی که در مذهب خودمان هست که اینجا در پیش من هم از المبسوط امام سرخسی، هم انا گویم دلیل هایی که در کتاب العنایه شرح هدایه، همچنان از کتاب فتح القدیر ابن حمام آوردن که قال رحمهم الله ذکر عن مکحول عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا ربا بین المسلمین و بین اهل دار الحرب فی دار الحرب و هذا الحدیث. اینجا آمده است و هو دلیل لابی حنیفه و محمد رحمهم الله فی جواز بیع المسلم الدرهم بدرهمین من الحرب فی دار الحرب و عند ابی یوسف و شافعی رحمهم الله لا یجوز. اینجا در مبسوط آورده است برادران عزیز و گرامی که از جانب انا مکحول، این مکحول از زمره تابعین بود که ایرا حتی که فمکحول فقیهون ثقتون، حتی ایرا میگن هم فقیه بود هم اهل ثقه بود. و میارد که حدیث را که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته بود است که نیست ربا انا بین مسلمان و بین اهل دار الحرب فی دار الحرب، یعنی بین مسلمان و غیر مسلمان در ملک غیر مسلمان اگر همین معامله بانکی شود هیچی باقی نداره گفته است. این دلیل گفته است دلیل از برای ابو حنیفه و شاگردش امام محمد است و جناب امام شافعی و جناب امام ابو یوسف که یکی از شاگردای ابو حنیفه است، اینا گفتن جایز نمی شود. و کتاب العنایه آمده است قال لا بین المسلم ولا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، گفته است لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب عند ابی حنیفه و محمد رحمهم الله. اینجا دم همین دلیل آورده است، عنایه هم شرح هدایه هم جناب فتح القدیر هم همین را آورده است ولا بین المسلم والحربی فی دار الحرب. اینا هم همین دلیل را آوردن که یعنی همین معامله های بانکی در نزد مذهب امام ابو حنیفه برادرت بین مسلمان و غیر مسلمان یعنی یگان گناهی ندارد، اجازت است. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین
والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه اجمعین. برادران عزیز، انشاءالله ما صحبت میکنیم در اطراف یک نواری را که گذاشته شدگی بود که در این نوار داملا حاجی میرزا یک فتوایی دادگیست در مسئله جایز بدن قرض گرفتن از بانک ها از روسیه، که میفرماید که جایز است که از بانک هایی که در روسیه هستند قرض گرفته شود. و همچنین در همین نوار ذکر میکنه که دلیل هایی که در مذهب خودمان هست، من برای شما این دلیل ها را پیشکش میکنم. و معلوم است که در نوار فقط یک دلیل را پیشکش میکنه که از کتاب مبسوط امام سرخسی قرائت میکنه. میفرماید که لا ربا بین المسلمین و بین اهل دار الحرب فی دار الحرب. نیست ربا، میگه، بین مسلمان ها و بین اهل دار الحرب در دار الحرب. که این یعنی این اثر روایت شدگیست از مکحول، یکی از تابعین که از اهل شام بود و مکحول این فقیه ثقه می باشه، از فقهای اهل شام بودگیست. و بعد از این گپ امام سرخسی را ذکر میکنه که میفرماید که و هو دلیل لابی حنیفه و محمد فی جواز بیع المسلم الدرهم بدرهمین من الحربی فی دار الحرب. یعنی حاجی همینجا را همین جمله باید که با دقت باید که ترجمه میکرد تا که ما همون صورتی را که حالتی را که ابو حنیفه و محمد جایز دانستگی هستن باید که میدانستیم که در کدام حالت، آیا به طریق عموم یعنی مطلقاً قرض گرفتن و قرض دادن جایز دانستگی است ابو حنیفه و محمد رحمهم الله، یا این که یگان صورت خاصه، یگان حالتی خاصه. که در همین جا در مبسوط یعنی میفرماید که و هو دلیل لابی حنیفه، همین اثری که از مکحول رحمه الله روایت شده است، میگه این دلیل میباشه برای ابو حنیفه و برای محمد در جایز بدنی بیع المسلم الدرهم بدرهمه، برای جایز بدنی فروختن مسلم یک درهم و در مقابلش گرفتن 10 درهم من الحربی، از کسی که حربی است در دار حرب. یعنی که اول که حربی باید باشه، یعنی که کافر است که زید مسلمان ها جنگ داره، و همچنین در دار الحرب باشه، در یعنی که دار الحرب در جایی که بین آنها و بین مسلمان ها چی حالت های جنگی هسته. پس یعنی که در همه جا اگر که نگاه کنیم جواز در چی می باشه؟ قرض دهنده مسلمان می باشه که یک درهم قرض میده و در مقابل 2 درهم میگیره، یعنی فایده به کی میایه؟ به مسلمان میایه، نه این که مسلمان قرض گیرنده است. از همین سبب ان ما این مسئله را با یک بار دیگر در آخر ذکر میکنیم که یعنی همین صورتی را که جایز دانستگی هستن، حتی یعنی که فقط یعنی همین حالتی را گفتگی هستن که فایده در اینجا مسلمان بره، نه این که مسلمان قرض بگیره از بانک از روسیه و بعد قرضدار بشه و خانواده‌اش بسوزه، که این یعنی که جایز نیست اصلا، نه در نزد ابو حنیفه و نه در نزد غیر ابو حنیفه رحمه الله. و بعد از این میفرمایید که و عند ابی یوسف و شافعی لا یجوز. و امام سرخسی بعد از این میگه که در نزد امام ابو یوسف که یکی از ائمه حنفی میباشه و در نزد امام شافعی میگه این جایز نمیباشد. و بعد از این حاجی امام مکحول یعنی دربارش ذکر میکنه که فقیه ثقه میباشه و این مرسل می باشه، یعنی که روایتی که مکحول کردگی است روایت مرسل است. مرسل روایتی رو میگن که تابعی واسطه خش بین خودش و بین پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر نکرده، راسته که میگه که قال رسول الله عن رسول الله، اما در بینش یگان واسطه باید باشه، اقل شی یک صحابی باید وجود داشته باشه، یا این که چی شاید که یگان تابعی دیگر هم باشه. و حدیث مرسل از جمله حدیثای چی می باشه؟ ضعیف می باشه. مرسل از جمله حدیثای ضعیف می باشه، به احتمال آنه که شاید که در سند یگان تابعی دیگری وجود داره که از جمله تابعی هایی است که ضعیف باشه، یعنی در روایت ضعیف باشه، از همین سبب مرسل از جمله حدیث ضعیف می باشه. بعد از همین حاجی می فرمایه که اگر همین معامله بانکی شود هیچ باکی نداره، یعنی همین دلیل کردگی گفتگیه که معامله های بانکی که تمام معامله ها ربوی است، اگر که باشد میگه یگان باکی نداره. و بعد وقتی که گفت که دلیل هایی که در مذهب هستند فقط یک دلیل همین ذکر کرد، دوم بار همین نفس همین حدیثی را که اثری را که از مکحول روایت شده است از کتاب عنایه این روایت کرد و از کتاب فتح القدیر کمال ابن حمام این روایت کرد که ولا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، یعنی که دلیل فقط همین است. و بعد در آخر یک سخن دیگری گفت که همین معامله های بانکی در نزد ابو حنیفه
و بین مسلمان و غیر مسلمان یگان گناهی ندارد، اجازت است. یعنی فتوا پس چی شد؟ فتوای عام شد که همین معامله های بانکی که هستند و معامله های بانکی چندی معامله های بانکی هستند که اصلا زیاد معامله که در بانک هستن ریبوی می باشن. یعنی قرض دادن و قرض گرفتن اینها همه معامله های ریبوی می باشن که همین، یعنی که به طریق تعمیم، به طریق عموم حاجی فتوا داده است که همین معامله های بانکی، این سخنی خودش می باشه که در نزد ابو حنیفه همین معامله های بانکی در نزد ابو حنیفه رحمه الله بین مسلمان و غیر مسلمان یگان گناه ندارد، اجازت است. این از سخن حاجی میرزا در مورد فتوایی که نسبت گرفتن قرض یا که گرفتن معامله بانکی دادگی است در روسیه. پس ما یعنی برمیگردیم اول اینکه دلیل هایی را که در مورد حرام بدن ریبا ذکر شدگی هستند، آیات های قرآنی را من پیشتر برای شما را ذکر کردم و همچنین حدیث های صحیح را که در این مورد آمدگی هستند ذکر کردم. اما ما برمیگردیم به اصل همین اثری که از مکحول روایت شدگی است، آیا این دلیل شده میتواند یا کی نه، و اصل این کی روایت کردگی است. کسی که یعنی شخصی که این ذکر کردگی است این امام بیهقی می باشه. قال الامام البيهقي في معرفة السنن والآثار. امام بیهقی در کتابی که نامش معرفة السنن والآثار می باشه، این کتاب امام بیهقی است، در صحیفه 47 مجلد 7 می فرماید که اخبرنا ابو عبد الله و ابو سعید قال حدثنا ابو العباس اخبرنا الربيع اخبرنا الشافعي قال. یعنی امام بیهقی حدیث از دو نفر از شیخاش از ابو عبدالله و ابو سعید روایت کرده است که میفرماید که برای ما روایت کرد ابو العباس، برای ما خبر داد الربیع، و ربیع این شاگرد امام شافعی است که برای ما خبر داد امام شافعی قال گفت قال الاوزاعی، یعنی امام اوزاعی که یکی از ائمه اهل شام و مجتهدین بودگی، مجتهد مطلق بودگی است، میفرماید که الربا علیه حرام فی دار الحرب. یعنی برای مسلمان ربا گرفتن حرام است و ربا دادن حرام است در دار الحرب. یعنی دار حرب هم باشه که برای مسلمان ربا خوردن جایز نیست. و غیرها، در دار حرب باشه یا که در غیر دار حرب باشه، برای مسلمان ربا خوردن جایز نیست، چون که حرام است. به نص قرآن، به دلیل قرآن و به حدیث های صحیح این حرام بدنش ثابت است. لأن رسول الله صلی الله علیه و سلم قد وضع ربا الجاهلیه ما ادرکه الاسلام من ذلك. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام ربایی که در زمان جاهلیت واقع شدگی بود و تا اسلام رسیدگی بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم همش بیکار کرد. یعنی گفت که تمام ربایی که در زمان جاهلیت بود و تا حاضر وجود داره، یعنی که فایدهش نگرفتگی نیست، گفت که تحت قدمی هده، در تحت پای من است، یعنی دیگر او بیکار است. فکان اول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب. و اولین ربایی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیکارش کرد این ربای عمکیش عباس بن عبد المطلب که بیکارش کرد. فكيف يستحل المسلم اكل الربا في قوم قد حرم عليه دماؤهم و اموالهم. پس چگونه یعنی شخصی مسلمان حلال میدانه خوردن ربا را در قومی که برای او خون آنها و مال آنها برای او حرام گردانیده شده است. و قد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم فلا يستحل ذلك. و در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که مسلمان‌ها با کافرها چه خرید و فروش میکردند، اما همین کار حلال نمیدانستند. در یگان جا چی وارد شدگی نیست که مسلمان با کافر ربا دادگی باشه و از او ربا گرفتگی باشه. وقال ابو یوسف، و بعد از این امام بیهقی میفرمایید که وقال ابو یوسف، امام ابو یوسف گفتگی است که القول ما قال الاوزاعی، یعنی که قولی درست و قولی صحیح همین سخن می باشه که امام اوزاعی گفتگی است. و انما احل ابو حنیفه هذا لأن بعض المشیخة حدثنا عن المكحول. اما میگه که چی ابو حنیفه همین کار در یعنی که ربا گرفتن یا که ربا دادن در دار الحرب میگه جایز دانستگی است. با کدام دلیل؟ به دلیلی که میگه که بعضی از مشیخ، بعضی از شیخ ها برای ما را میگه حدیث روایت کرد از مکحول. یعنی در اینجا نگاه کنید که حتی مشیخ شیخ هایی را که روایت کردگی هستند حدیث از مکحول نامشون ذکر شدگی نیسته.
میگه بعض مشیختی یعنی بعضی از شیخ ها میگه حدثنا عن مکحول، برای ما میگه روایت کرد از مکحول، عن رسول الله صلی الله علیه و سلم. و مکحول یعنی که واسطه‌اش از ذکر نکرد و از راستکی از کی روایت کرده است؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کرده است که انه قال، که گویا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است که لا ربا بین اهل الحرب، یعنی نیست ربا بین اهل الحرب. و بعد میگه اظنه قال، ابو یوسف گفتگیه که و گمان کردم که گفت که و اهل الاسلام، یعنی پس اگر که همش یک جای ذکر کنیم میشه که لا ربا بین اهل الحرب و اهل الاسلام، نیست ربا بین اهل الحرب و اهل الاسلام. قال الشافعی، و بعد امام شافعی یعنی یک تعلیق میکنه در آخر همین روایت و میفرمایه که القول كما قال الاوزاعی و ابو یوسف، القول كما قال الاوزاعی و ابو یوسف، قول صحیح میگه همین سخنی است، سخنی درست و صحیح همین سخنی است که امام اوزاعی و امام ابو یوسف گفتگی هستند. و محتج به ابو یوسف لابی حنیفه ليس بثابت ولا حجه فيه، اما این دلیلی را که میگه امام ابو یوسف برای ابو حنیفه برای شیخ ذکر کرد رحمهم الله، میگه لیس بثابت، ثابت نیست، یعنی که صحیح نیست، ولا حجت فیه، در این چی دلیل شده نمیتوانه برای جایز گردانیدن گرفتن ربا در دارالحرب. و همچنین یعنی که خودی بگیریم که یعنی در خود مذهب یعنی امام ابو حنیفه در کسایی که جایز دانستگی هستند گفتگی هستند که ان ابا حنیفه و محمد لم یجیز التعامل بالربا بل اجاز ما هو اخص، یعنی امام ابو حنیفه و امام محمد معامله های ربوی را میگه جایز دانستگی نیستند، یعنی فتوا باید مطلق نباشه که گرفتن قرض و دادن قرض در جایی که مثلا در روسیه جایز است، یعنی این فتوا خانه مردم ها را میسوزانه و آخرتش نمیسوزانه. از همین سبب یعنی گفتگی هستند که ان ابا حنیفه و محمد لم یجیز التعامل بالربا بل اجاز ما هو اخص، یعنی امام ابو حنیفه و امام محمد میگه معامله های ربوی را در دارالحرب جایز دانستگی نیستند، بلکه یک مسئله خاصتری را، یعنی یک مسئله معین را جایز گفتگی هستند که و هو ان یأخذ الکافر من المسلم قرضا و یأخذ المسلم علیه فائده، که این کدام حالت می باشه؟ حالتی می باشه که قرض کی میگیره؟ کافر از مسلمان قرض میگیره و در مقابل وقتی که قرض بر میگردانه مسلمان از او چی فایده میگیره، یعنی که پس در اینجا فایده به کی برمیگرده؟ به مسلمان. و قرض دهنده کی می باشه؟ مسلمان می باشه، اگرچه که این هم جایز نیسته، یعنی این ما برای جوازش نمیگیم، فقط برای بیان میگیم که یعنی که مطلقاً به طریق عمومی جواز گفتگی نیستن، حتی جوازی که گفتگی هستن حتی در همین اثری را که حاجی خودش خواند اگر که دوامش میخواند همین بیان شدگی بود که چی فی جواز بیع المسلم الدرهم بدرهمین من الحرب، یعنی این جایز در جایز بدن میگه فروختن دادن مسلمان یک درهم و گرفتن 2 درهم در مقابلش از حربی. پس یعنی که قرض دهنده کی می باشه؟ مسلمان می باشه. فایده را کی میگیره؟ مسلمان میگیره. قرض گیرنده کیست؟ حربیه. نه اینکه یعنی که مسلمان ما فتوا بدیم که برای از بانک‌های روسیه قرض بگیره بعد عاقبت در قرض میگوته و این چیزی معلومه که مردم ها در چه عذاب دچار میشن نتیجه این قرض. و بعد میگه که و هو ان یاخذ الکافر من المسلم قرضا و یاخذ المسلم علیه الفائده، یعنی این فقط کدام مسئله است، کدام حالت است؟ حالتی است که کافر از مسلمان قرض میگیره و مسلمان در مقابل از او فایده میگیره. لا ان یکون اخذ القرض هو المسلم و یعطي للكافر علیه فائده، نه اینکه میگه که چی قرض گیرنده مسلمان باشه و به کافر فایده بده. حاضر فتوایی که حاجی داد همین صورت، یعنی فتوا داده است که باید که یعنی مسلمان‌ها را جایز است که از بانک ها قرض بگیرن و بعد در عاقبت چیکار میکنن؟ در قرض میگوتن، در پرسنتی را که قرض بانک در بالای او میبنده در همه غوطه میزنه و شاید که گرداندنش نتونه تمامی مال و سیمه که داره از دستش میده. و در مسئله همین اثر ده همچنین قول امام زیلعی می باشه که گفتگی است که همین اثری را که از مکحول روایت شده است گفتگی که غریب است و بعد کلامی که را ذکر کرده است در دوامش کلام بیهقی را غریب یعنی ضعیفش گفتگی است. و ابن قدامه مقدسی که یکی از ائمه حنبلی می باشه می فرمایه که و خبرهم مرسل لا نعرف صحته، این خبری را که میگه که از مکحول رحمه الله روایت کرده هستند خبری مرسل می باشه و ما صحیح بدن این میگه
میگه که نمیدونیم، یعنی این ضعیف است. و یحتمل انه اراد النهی عن ذلك، و همچنین یعنی که خودی لفظ همین اثری که مکحول روایت کرده است این محتمله، یعنی لفظ از این همچنین عکس فهمیده میشه که اجازت نیو در اینجا معنی آمدگیه که جایز نیست ریبا خوردن در دول حرب. همچنین ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة وانعقدت الإجماع على تحريمه بخبر مجهول لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به. و بعد از این ابن قدامه رحمه الله میفرماید که ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن، جایز نیست که ما ترک کنیم آن کاری را که در مورد حرام بدنش دلیل قرآن آمده است و تظاهرت به سنه و دلیلای صحیح در سنت آمده هستند و انعقد الاجماع على تحریمه و در حرام بدنش اجماع می باشه، یعنی همه همین ما ترک کنیم به یک خبر مجهول نامعلومه که این خبر در یگان کتاب صحیح آمدگی نیست و در یگان کتاب مسند آمدگی نیست و در یگان کتابی که باوری بخش است آمدگی نیست. یگانه مقصد که چیزی را که ذکر کرده است امام بیهقی اینا از ابو یوسف رحمه الله ذکر کرده است، اما حتی یعنی که زیلعی و دیگر ائمه حنفی اینا اصلا سند چه پیدا کردگی نیستند. و امام نووی همچنین از ائمه شافعی میباشه میفرمایه که مرسل ضعیف لا حجت فیه، میگه این کتاب مرسل ضعیف است که حجت شده نمیتونه. و همچنین بدرالدین عینی حنفی رحمه الله در کتاب البنایه میگه که هذا حدیث غریب لیس له اصل مسند، میگه این حدیثی غریب است که یگان اصل مسند یعنی یگان سندی را که اسنادی که داشته باشه نداره. و همچنین ابن حمام حنفی گفتگی است که رحمه الله که و هذا حدیث غریب، این حدیثی غریب است. پس یعنی همچنین ائمه حنفی یعنی که ائمه مذهب امام ابو حنیفه در ضعیف بدن این حدیث می باشند، این روایت می باشند، چون که این روایت اصل یعنی ما اگر که به قواعد محدثین برگردیم این چند اشکال داره. یعنی یکمش که با سند ذکر شدگی نیست. گفتن که حتی روایتی که امام ابو یوسف ذکر کرده است گفتگی است که چه بعضی از مشیخ برای ما روایت کردن که مشیخ کی هستند؟ مجهول هستند. و از همین سبب کسی که مجهول است یا که مبهمش میگن روایتی که در او راوی مبهم است در اسنادش ضعیف می باشه، چون که ما امون راوی مبهم نمیدانیم که چه شخصی می باشه. وقتی که او را شخص شکی ندانستیم و حال شکی ندانستیم ما نمیدانیم که او آیا ثقه است روایتش قبول است یا اینکه نه. و بعد از این همچنین امام مکحول وقتی که روایت میکنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم این مرسل است و مرسل صحیحش همین از در نزد محدثا که در قسم ضعیف داخل میشه به سبب آن احتمال را که بین مکحول و بین پیامبر صلی الله علیه و سلم یک صحابی نبودنش معلومه که صحابی افتیدگیه، که همچنین احتمال است که در اینجا یک تابعی، دو تابعی یا سه تابعی دیگر وجود داشته باشه که در بینشون ممکنه که یگان نفر ضعیف باشه. از همین سبب مرسل همچنین از قسمی چه می باشه؟ ضعیف می باشه. و اما در مقابل ما گفتیم حدیث صحیح ذکر کردیم، آیات قرآنی را ذکر کردیم و همچنین حدیث صحیحی که در صحیح بخاری آمده است و در صحیح مسلم آمده است و در سنن ابو یعنی در سنن اربعه آمده است که حدیث جابر رضی الله عنه که لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم آکل الربا و مؤکله و کاتبه و شاهدیه و قال هم سواء، یعنی پیامبر رسول الله صلی الله علیه و سلم ربا خورنده را و ربا دهنده را و کسی که ربا را همون عقدش مینویسه و دو نفری را که گواهی میدن همه اینها را لعنت کرده است و گفتگی است که آنها در همین گناه اند چه میباشند؟ برابر میباشند. یعنی این است مختصری که تعلق داره به همین حدیثی که یا که اثری را که از مکحول روایت شده است که آیا این مثلا ما میتونیم که اینا دلیل کنیم برای همین گونه مقصد فتوای عام دادن که معامله های بانکی در نزد ابو حنیفه جایز است، چون که اصلا معامله های بانکی در زمان ابو حنیفه به این طریقه وجود نداشت که حاضر ما به طریق عموم فتوا بدیم که معامله های بانکی در نزد ابو حنیفه بین مسلمان و غیر مسلمان یگان گناهی ندارد و اجازت است، بلکه گناه داره و این گناه می باشه که ما ذکر کردیم که الله تعالی کسی را که مرتکب این گناه می شود یکم که او را گفتگی است که چی ابدا در آتش دوزخ است، که گفتیم که اگر که
یعنی ابدا یعنی که علما گفتگی هستن که مکث طویل یعنی که الله تعالی اگر که عقابش کنه مدتی درازی در آتش دوزخ عقاب کرده میشه یکمش و دومیش گفتیم که الله تعالی همچنین گفتگی است که این گونه انسان ها با کی جنگ اعلان کردگی هستند به الله تعالی و به رسول او جنگ اعلان کردگی هستند و حدیث همچنین ها زیر ذکر کردیم. پس یعنی انسان باید که از این گناه با دور بگریزه، به اطراف این گناه باید که چرخ نزنه و مغرور نشه به آنه که کسی مثلا فتوا میده. از همین سبب انسان باید که در نجات نفس خودش بکشه، نه اینکه مثلا یک گناهی را که الله تعالی به همین طریقه او را حرام بدنش ذکر کردگی برای او فتوا برای صادر کردن این گناه فتوا جستجو کنه و فتوا بکوه و خودش در ورطه و در هلاکت بدوزه. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.